خیرمقدم میگوییم. در آغاز سال 2024 فدراسیون کورش مملکت اولین چمپیونات جمهوری تاجیکستان اوید به این رشته ورزش را برگزار نمود. چورابینی مذکور در مجمع باشگاهی ورزشی دانشگاه ملی تاجیکستان دایر شده 125 ورزشکار را از سراسر مملکت و بیرون از آن به هم آورد. در مراسم افتتاحی این چورابینی ورزشی رهبریت فدراسیون کورش، ورزشکاران و مهمانان مخلصان سرشمار و یک زمره مهمانان فخری اشتراک نمودند. سراول رئیس فدراسیون کورش ظهورشاه نور محمدزاده سخنرانی کرده از دستگیری‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان و رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امام علی در سمت دستگیری ورزشکاران اظهار خوشنودی نمود. قید گردید که فدراسیون کورش در دوام سال باز نقشه دارد تا چند مسابقه دیگر را راه اندازی نماید. در وخوری‌های فینالی همگی 10 رقابت برگزار گردید. در رقابت نهایی وزن تا 60 کیلوگرم دو تن دستپروری فدراسیون کورش سامان علامов و سعدی صابرزاده روی گلم برآمدند. در این نیروسنجی سامان علامов از خود هنرنمایی بهتر نشان داده حریف خود را شکست داد. با همین ترتیب قهرمان اولین چمپیونات تاجیکستان اوید به گشتین کورش در وزن تا 60 کیلوگرم سامان علامов گردید. سعدی صابرزاده باشد مقام دوم را کسب نمود. زینه‌های سوم را جورخان امراخانزاده و بهرام صوفیев صاحبی نمودند. ما در این مسابقه خیلی تئوری خوب دیدیم و رقیبان خیلی سخت با ما روبرو شد. ما اونا رو پیروز شدیم و آخری فینالی برآمدیم. رقیب فینالی من خیلی پهلوان خوب بود. من اون رو غالب شدم و مدال طلای این اولین مسابقه کورش را پیروزی به دست آوردم. دو برادر از دسته خطلان یک علی باقیев و ابوبکر باقیев از سلاله‌ی آوازدار و ناماشنای باقیevها بعد مغلوب نمودن حریفان خویش به فینال وزن تا 73 کیلوگرم روی خویش را هموار ساختند. ابتدا چنانه به نظر می رسید بدون قوا آزمایی یکی غالب و دیگری به مقام دوم قناعت میکند، ولی این دو برادر برخلاف پیشگویی ها برای گلم برآمدند. علی باقیев در این سبقت برادر خردی خویش را سرافکنده نموده مدال طلای وزن مذکور را به گردن آویخت. مدال های برنجی این وزن را محمد عیسی رجب و برکت الله اکرامزاده به دست آوردند. بعد دایر شدن همه وخوری‌های فینالی نهایتاً سه رقابت اساسی آغاز گردید. سراول میرزا جمیل رمضانov پهلوان شورادیار میهن با حریف قرقیزستانی خود یسن موسیف بالای گلم برآمد. میرزا جمیل در آغاز سبقت کمی دشواری کشید چون رقیبش نیز نیرومند بود. در دقیقه‌های آخر این رقابت میرزا جمیل تهمتن با یک پرتافت مجلای خود حریفش را به زمین زده امتیاز حلال به دست آورد و غالب این نیروسنجی شد. در مراسم جایزه سپاری به ورزشکار قرقیزستان یسن موسیف مدال نقره تقدیم نمودند و میرزا جمیل رمضانov باشد به گرفتن مدال طلا شرفیاب گردید. دورنده مدال برنجی 19مین بازی‌های آسیایی هنگژاو خیراندیش مرادزاده در یکی از نیروآزمایی‌های مرکزی اولین قهرمانی تاجیکستان اوید به کورش با لوسیان برای از کشور مولداوا دست به گریبان شد. در این زورآزمایی خیراندیش با به دست آوردن امتیازهای چله و یوماش غالب این سبقت گردید. با همین ترتیب به ورزشکار مولداوا لوسیان برای مدال نقره سپرده شد. خیراندیش مرادزاده باشد با مدال طلا سرفراز گردانیده شد. مسابقه امروز که سوپر فینالایی که گذشت من با با حریف خود از مولداویا بودم. خیلی پرقوت بود و رقابت خوبم نشان دادیم به مردم و خیلی این مسابقه در سطح عالی گذشت. امانتداری خود را به فدراسیون کورش جمهوری تاجیکستان میرسانیم که ما چنین مسابقه را برگزار میکنند. در سومین وخوری اساسی شام رقابت‌ها مسلمبek کریمov با نماینده همسایه کشور ازبکستان مرادالله مرادعلیев در وزن تا 60 کیلوگرم گشتین گرفت. مسلمبek چالاک و توانا پیروزی‌های میرزا جمیل و خیراندیش را ادامه داده بر این حریف ازبکش ظفر یافت. در یک فضای تنتنوی به نماینده ازبکستان مرادالله مرادعلیев که صاحب زینه دوم شد مدال نقره سپرده شد. مسلمبek کریمov باشد با نشان زرین قهرمانی تاجیکستان قدردانی گردید. قابل قید است که ورزشکارانی که در اولین چمپیونات جمهوری تاجیکستان زینه یکم را صاحب شدند به هیئت دسته منتخب کورش مملکت شامل شده در مسابقه‌های سطح بین المللی شرف کشور ما را حمایت می‌کنند.